چرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مصیبتی بر او و قومش می آمد در تمامی نمازهایش قنوت می گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگویند که ایشان وقتی که مصیبتی بر او و یا قومش نازل می شده در تمامی نمازها قنوت می خوانده. من بررسی کردم، به این قنوت نوازل می گویند. همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدت 1 ماه این قنوت را می خواند و به کسانی که به قومش حمله و آنها را کشتند نفرین می کرد. پیامبر فقط در نماز صبح این قنوت را نمی خواند، بلکه در تمامی نمازها بعد از رکوع دستانش را بلند می کرد و این قنوت را می خواند و قوم پیامبر نیز بعد خواندن این قنوت به دعای پیامبر آمین می گفتند. این بود دوستان دلیل اینکه پیامبر در نمازهایش قنوت می گرفت. امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگر، به امید دیدار.